روز بخیر دوستانم. امیدوارم که خوب هستید. یک نفر به من زنگ زد و بسیار عصبهایم را خراب کرد. از این سبب مجبور شدم که این نوار را گذارم. ما رکلام ساز هستیم. شما شرکت دارید، شما مغازه دارید یا کارخانه چیز، ما رکلام میسازیم. از جهت صدا من که رادیو کار میکردم صدا میگذاریم. بعد ما خبر نداریم که شما چگونه هستید و این و آن. یک شرکت رو رکلام کردیم، نمیدونم بارهایشان رسیده است نرسیده است چی شده است. مردم از من زنگ زدن میگفتن بارهای ما کجا؟ آخر اینقدر ساده نشوید. رفت و دیروز من شرکت تیسل رو رکلام کردم، شرکت موبیلی یا که مگافون رو. تیسل مگافون میدونید، اگر رفت و سیویاز نشد، یعنی که آنتنا نشد یا که اینترنت نشد، مردم به من زنگ نمیزنن که چرا وای نشد. یا هزار شرکت هایی که ما رکلام میکنیم. کاری من این است، من از این سبب زندگی من پیش میبرم. شرکت داری، من رکلام میسازم، تمام. دیگر خبر ندارم که اونها چگونه هستند و چگونه نیستند. هزارها شرکت رو ما رکلام میکنیم، اما در آنها ما جوابگو نیستیم. بخشش میپرسم. خدا نگهبانتان.